حرکت زکی پور، یک پاس در عرض موفق. مدافعین فولاد لحظه اونا هم مدافعشون سر خورد. باز هم بازیکنان سپاهان صاحب توپ هستند. گودرزی، کریمی، حرکت بازیکن سپاهان. کریمی یک ضربه از محمد کریمی و توپی که با اختلاف به بیرون میره. اولین موقعیت جدی بازی برای سپاهان و ضربه‌ای که این بازیکن کاپیتان محمد کریمی با اختلاف به بیرون زد. با هم ببینیم این صحنه رو. یک پاس رو به عقب، این ضربه‌ای که با اختلاف اندکی توپ به بیرون رفت. از این نما هم ببینید. یوسفوف، انزونزی، زکی پور، پا به توپ، ارسال، یک موقعیت و توی دروازه. گل برای تیم سپاهان به ثمر میرسه. 1-0 به سود سپاهان. اشتباه مدافعین فولاد و یوسفوف مغلوب میشه و دروازش باز میشه. حرکت خوب میلاد زکی پور و گلی که اونجا برای سپاهان به ثمر میرسه. حالا در صحنه آهسته قطعاً گل رو خواهیم دید. با هم ببینید حرکت زکی پور از سمت چپ، ارسالی که انجام شد و به اشتباه مدافع فولاد روی این صحنه دروازه خودشون رو باز کرد. با هم ببینیم حرکتی که علی نعمتی اونجا انجام داد، به اشتباه دروازه خودشون روی حرکت زکی پور باز کرد. نجاریان توپش به دفاع سپاهان برخورد میکنه. حرکت بازیکن سپاهان میان به زمین فولاد، جا برای موقعیت دارن. یه حرکت خوب برای تیم سپاهان. ببینیم که اونجا چه اتفاقی رخ میده. میارن به این سمت. زکی پور، ارسال بلند زکی پور، یک ضربه سر و این هم گل دوم و توپی که ظاهرا به بیرون رفته و گل مورد قبول نیست. باز هم حرکت زکی پور. حالا کادر فنی سپاهان میان اعتراض میکنن. شاید صحنه به وی آر بره. ببینیم که اونجا بله صحنه در وی آر داره بررسی میشه. اینجا ببینید حرکت زکی پور، ارسالی که انجام شد و اگر تصویر فریز بشه فکر کنم توپ رد نشد از خط. حالا داوران وی آر دارن بررسی میکنن که بله گل هم مورد قبول نیست و میره به سمت چپ، جا برای ارسال هست. حرکت بازیکن فولاد، ارسالی که در بین راه برخورد کرد به مدافعین سپاهان. هنوز برای فولاد موقعیت هست و توپی که به بیرون میره. حالا اجازه میده که کورنر زده بشه. کوتاه رو به عقب بازی میکنن. یه حرکت خوب، یک ضربه و توپی که بد میزنه و برای فولاد این موقعیت حاصلی نداره و چادرملای اردکان و هوادار هم تا دقیقه 45 بازیشون 1-1 مساوی داره دنبال میشه. حرکت کاوه رضایی تو سر توپ این بازیکن، یک ضربه از کاوه رضایی و توپ در اختیار یوسفوف قرار میگیره و موقعیتی که به راحتی کاوه رضایی برای سپاهان از دست داد یوسفوف میرسه. دفاع فولاد آسیب پذیر هست و اگر مهاجمین سپاهان دقت بکنن میتونن که باز هم گلزنی بکنن. یه حرکت خوب، یک ضربه آقایی پور که به تیر دروازه هم برخورد میکنه. انزونزی، کریمی پاس خوب این بازیکن برای آقایی پور و ضربه‌ای که به تیر دروازه برخورد کرد. از این نما ببینید بدشانسی آقایی پور و خوششانسی یوسفوف روی این صحنه که میبینی. اونم اشتباه میکنه. موفق بازیکن سپاهان، کریمی صاحب توپه، یک ضربه، یک موقعیت برای سپاهان. اسدبیگی به لحظه اشتباه. حرکت کاوه رضایی از سپاهان. خود کاوه صاحب توپ در عرض، اونجا بازی دنبال میشه. برای سپاهان موقعیت هست، یک ضربه و توپ در اختیار یوسفوف قرار میگیره. سلیمانی در عرض،
یه حرکت خوب، یک ضربه و موقعیت خطرناکی که برای فولاد بی حاصل به بیرون میره. ارسال ضربه کرنر بلند، یک موقعیت، یک ضربه و توپی که با اختلاف به بیرون میزنه آقایی پور و موقعیتی که برای سپاهان توی این صحنه از دست میره. با هم ببینید ارسالی که انجام شد، این ضربه سر آقایی پور خوب زد و چیز خاصی هم نبود، بازی دنبال شد. یه حرکت خوب، یک ضربه، یه لحظه میرفت پای سپاهان روی این صحنه غافلگیر بشه که توپ به بیرون رفت. با هم ببینیم ضربه سر کولیبالی و توپی که با این اختلاف به بیرون رفت. خوششانسی سپاهان و پیام نیازمند روی این صحنه. یوسفی، کریمی، آقایی پور، ارسال زمینی آقایی پور، یک موقعیت و توی دروازه. باز هم گل به خودی، باز هم گل برای سپاهان. سپاهان اصفهان 2، فولاد خوزستان 0. باز هم علی نعمتی برای مرتبه دوم امشب اشتباه کرد. حالا تعویض‌های سپاهان هم باید انجام بشه. شکاری میاد بیرون، بجاش بردبار به میدان میره. زکیپور هم میاد بیرون، محبی به میدان میره. حالا هواداران سپاهان با خیال راحت تری بازی رو دنبال میکنن. با هم میبینیم پشت به تصویر علی نعمتی برای مرتبه دوم روی این صحنه. حرکت آقایی پور، پاس در عرضی که نرسید به کاوه رضایی، ولی بین راه علی نعمتی کارو تموم کرد تا سپاهان 2-0 از فولاد پیش بیفته. با هم از این نما هم ببینیم. خودش رو قطعا نمیبخشه علی نعمتی امشب، مدافع تیم فولاد. خب حالا تعویض‌ها باید به انجام برسه. محبی و بردبار منتظر هستند و خوشحالی هواداران سپاهان که در تصویر دیدید در شب عید سعید فطر یک عیدی خوب رو تا به اینجا به هواداران سپاهان و مردم اصفهان هدیه کردند. عربی، بلانکو رد میشه از تو، یک موقعیت در اختیار پیام نیازمند قرار میگیره. دیگه که تا به اینجا به دست اومده. یه حرکتی که برای سپاهان، محبی و توپی که به بیرون میره و نشد که گل سوم رو ببینیم. حرکت یار تازه وارد محمد مهدی محبی بود که توپش به بیرون رفت. حرکت کاوه، یک ضربه و توپی که به اختلاف به بیرون میره. ضربه بلند این دروازه‌بان و سوت پایان بازی. برتری 2-0 تیم سپاهان مقابل فولاد با 2 گلی که این بازیکن علی نعمتی برای سپاهان به اشتباه وارد دروازه خودشون کرد. در پایان شما میبینید تصاویر و گل‌هایی که به ثمر رسید. هر 2 گلی که اشاره کردم علی نعمتی برای سپاهان به ثمر رسوند.